من گلافزا پیرова هستم، آموزگار فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. برایمان مایه افتخار و سرافرازی است که امروز در پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و به تمام خلق عزیزمان ارائه گردید اشتراک ورزیدم. در پیام امروزه تمام سمت‌های فعالیت حیاتی از آن جمله سمت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیاتی کشور مورد محاکمه و بررسی قرار گرفته شده از جانب پیشوای معظم ملت بهترین پیشنهادها ابراز گردیدند، مخصوصا در بلند برداشتن معرفت، فرهنگ و تمدن جوانان، تربیت جوانان در روحیه وطندوستی، خویشتن شناسی و رو آوردن به تکنیک و تکنولوژی معاصر امروز یکی از موضوعهای مبرم روز به حساب می رفت. واقعا هم از روزهای نخستین به دست آوردن استقلالیت دولتی در نزد هر یک جوان مسئله های قرار دارند که در زمان جهانی شوی حل و درک آن از جوانان دانش عمیق، جهانبینی زمانوی و مهمتر از همه حس بلند ملی، خودآگاهی و خودشناسی و صمیمانه دوست داشتن وطن را تقاضا می نماید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که جوانان آینده ملت و دولت به حساب می روند. از این رو جوانان را می باید که از تکنیک و تکنولوژی معاصر برخوردار باشند، زبانهای خارجی را از خود نمایند و در این زمینه برای اعتراف و حمایت دولت و ملت در سطح جهانی سهم ارزنده خود را گذارند. در برابر این نقش و موقع زن در جامعه یکی از مسائل مهم به حساب می رود که امروز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در پیام خود ابراز داشتند که جامعه‌ای که به زن مادر غمخواری می نماید و آینده خود غمخواری می کند و دولتی که نسبت به زن مادر بی‌پروا باشد آینده خود را از دست می دهد. واقعا هم امروز تربیت زن در تشکل نسل نورس خیلی مبرم به حساب می رود، زیرا محض تربیت از عائله سرمنشه می گیرد و نقش پدر و مادر مخصوصا مادران به اندازه است. از این رو پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیوسته جهت احترامی گرامی داشت زن مادر تاکیدها می نمایند و دولت و حکومت را وابسته می نمایند که این قشر جامعه را پیوسته دستگیری نمایند.